این ویدیو برای کسانی هست که وقتی با مشکلی مواجه میشن نمیدونن که چه موقع باید به روانپزشک یا متخصص اعصاب و روان مراجعه کنن. روانپزشکان در 3 حوزه میتونن به شما کمک بکنن که سومی از همه مهمتر است. روانپزشکان یا متخصصین اعصاب و روان پزشکانی هستند که پس از طی دوره پزشکی عمومی وارد دوره تخصص اعصاب و روان میشن و طی 4 سال آموزش در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌های روانپزشکی انواع اقسام بیماری‌های روانپزشکی رو درمان میکنن. همچنین درمان مشکلات با استفاده از جلسات رواندرمانی و مشاوره فردی و زوجی رو هم آموزش میبینن. و قسمت سوم که اتفاقا خیلی هم مهم هست این هست که گاهی یک بیماری جسمانی میتونه علائمی شبیه علائم بیماری‌های روانپزشکی رو ایجاد بکنه که فرد حتی ممکنه داخل بیمارستان هم به خاطر اون مشکلات بستری بشه و یا برعکس ممکنه که فرد یک بیماری در حوزه روان داشته باشه ولی جلوه‌های یک بیماری جسمی رو داره تقلید میکنه. برای مثال بیماری که ممکنه ماه‌ها دچار اضطراب و تپش قلب باشه ولی ما متوجه میشیم که ایشون دچار پرکاری تیروئید هست، و یا بیماری که دچار اختلال تعادل هست و ما پس از بررسی ها متوجه میشیم که هیچ بیماری جسمی واقعی نداره و به خاطر یک نوع شوک عاطفی دچار مشکل حرکتی شده. نهایتا اگر در مورد درمان بیماری خاصی سوالی در ذهن شما شکل گرفته میتونید اون رو با ما مطرح کنید.